یکی از شیخ‌های مشهور در رابطه با وقف ابتدا این گونه تلاوت میکرد. مثلا برای شما میخونم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. این گونه ایستادن سلیم است یا نه؟ سلیم است و صحیح است. و دوباره شروع کرد و خواند از اینجا: بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. او حرف با را بای چی قرار داد؟ بای قسم قرار داد، و در حالی که با در اینجا بای قسم نیست، با حرف جر است. پس او هنگامی که شروع کرد بالله این الشرک لظلم عظیم، پس او با را بای قسم قرار داد و تحریف در کتاب الله کرد و این شروع کردن فاسد است. و این را هم بیان باید کرد که استادن تا اینجا یا بنی لا تشرک این اشتباه است. باید معنا پره باشد یا بنی لا تشرک بالله، این استادنی درست است. اما اینکه یا بنی لا تشرک این اشتباه است. الله تعالی اعلم.